لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. السلام علیکم تماشابینان عزیز، امیدوارم همگیتون خوب هستین. خوبی شما آرزوی همیشگی من است. عید سعید فطر رو به همگیتون تبریک میکنم. به کل مسلمانان روی دنیا عید سعید فطر مبارک باشد. درجه باشد دوستانی عزیز، کمتر تیاری دیدستیم برای دسترخوان ایدانمون. انا میخوال ارزق کمتر خمیرش شوریدم مخبر کردیم شم خمیده میکنیم و میپزیم. این روز هم مای ولاگ ایدانه میشه، پخت و پز دسترخوان ایدانه. ولاگ تا آخرش تماشا کنین، دستگیری فراموش نکنین دوستانی عزیز. در آخر ولاگ موزیک هم میمانم، با شما تماشای با فراغت تماشا بینین عزیز. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر. عيد مبارك هدیه رب تبارک بر شما، عید فطر آمد مبارک بر شما. مظهر توحید و ایمان آمده، مؤمنان را عید مهمان آمده. یک ندا آید برای مؤمنان، مژده بخشش ز سوی آسمان. روزداران آمده عید سعید، آن که باشد بر دل مؤمن نوید مبارک. روز ایثار است و روز تهنیت، روز تبریک است و روز تسلیت. تسلیت بر روز خاران می شود، تهنیت بر روز داران می شود. عید فطر آغاز فصل بندگیست، تا بشه فضل خدا بر زندگیست. ای که هستی طالب احسان رب، باز آ در وادی رضوان رب، باز آ در وادی رضوان رب. عید مبارک هدیه رب تبارک بر شما، عید مبارک هدیه رب تبارک بر شما، عید فطر آمد مبارک بر شما. مظهر توحید و عید مبارک هدیه رب تبارک بر شما، عید فطر آمد مبارک بر شما. مظهر توحید و ایمان آمده، مؤمنان را عید مهمان آمده. یک ندا آید برای مؤمنان، مژده بخشش ز سوی آسمان. روزداران آمده عید سعید، آن که باشد بر دل مؤمن نوید مبارک. روز ایثار است و روز تهنیت، روز
روز تبریک است و روز تسلیت، تسلیت بر روز خاران می شود، تهنیت بر روز داران می شود. عید فطر آغاز فصل بندگیست، تا بشه فضل خدا بر زندگیست. ای که هستی طالب احسان رب، باز آدر وادی رضوان رب، باز آدر وادی رضوان رب. عید مبارک. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر. عيد مبارك. هدیه رب تبارک بر شما، عید فطر آمد مبارک بر شما. مظهر توحید و ایمان آمده، مؤمنان را عید مهمان آمده. یک ندا آید برای مؤمنان، مژده بخشش ز سوی آسمان. روزداران آمده